لکسس LFA هیولای ژاپنی است، اما فقط یک موتور نیست. این یک اثر هنری متحرک است، چون فقط 500 دستگاه محدود آن در جهان تولید شده است. LFA ترکیبی است از قدرت، زیبایی و موسیقی سرعت، جایی که هر ثانیه رانندگی تجربه فراموش نشدنی می شود. این موتور نه فقط برای رانندگی، بلکه برای احساس کردن، هیجان دیدن و شنیدن یک هیولاست. هر کسی که LFA را دیده یا شنیده می‌داند افسانه‌ای است که هنوز زنده است. شما را دعوت می‌کنیم که شنونده صدای غرش ماشین ویتن باشید.